معادن، زراعت، ادویه و ساختمانسازی از جمله بخش‌های عمده در افغانستانند که ایران خواهان سرمایه‌گذاری در آنها میباشد. هیئتی که برای بررسی طرح‌های توسعه اقتصادی میان افغانستان و ایران به این کشور آمده، با ابراز این مطلب میگویند که آنان به سرمایه‌گذاریشان در افغانستان افزایش خواهند داد. محمد صمدی، رئیس اتاق‌های تجارت ایران، روز دوشنبه طی نشست و خبرنگاران گفت که ایران بر علاوه صادرات خواهان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی در این کشور است. بعد ان شاءالله سعی خواهیم کرد سرمایه‌گذاران بیشتری را تشویق ترغیب کنیم که در جمهوری افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند در زمینه‌های مختلف. با گفته مسئولان اتاق‌های تجارت ایران، 35% صادرات آن کشور را افغانستان تشکیل می‌دهد که این بزرگترین رقم صادرات به شمار می‌رود. در این حال برخی از تجار افغان نیز شماری از اقلام را به ایران صادر می‌کند که این رقم در مقایسه با اجناسی که از ایران به افغانستان وارد می‌شود ناچیز است. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در حال حاضر تجار افغان در ایران با مشکلات زیادی در بخش تجارت مواجه بوده که امیدوارند با برگزاری همچون نشست‌ها این مشکل رفع گردد. احمد توفیق داوری، معاون هیئت عامل این اتاق‌ها، ضمن استقبال از سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت که باید به صادرات کشور بیشتر توجه صورت گیرد. جانب ایران و افغانستان اونا کوشش دارن، علاقه‌مندی دارن تا به قراردادهای دست بیافند، با موافقتنامه‌های دست بیافند که او منجر و منتج به سرمایه‌گذاری در افغانستان و رشد تجارت و صنعت در هر دو کشور. ایران در حال حاضر به دلیل اتهامات تولید سلاح هسته‌ای در تحریم تجارتی به سر میبرد، اما سرمایه‌گذاران آن کشور میگویند که با رفع این تحریم آنان نخست در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.